محمد رسول الله. مسلمانان با جراحت و زخم‌هایی برداشته از احد بازگشتند. غم آنها را فرا گرفته بود. آن چه شب بود که مسلمانان پسی سر کردند. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه اش درآمد، شمشیرش را به دخترش فاطمه داده گفت: ای دخترم، خونهای آن را بشوی. به خدا سوگند که امروز برای من تصدیق شد. خانه های مسلمانان را از سبب مرگ یکی از خانواده یا زخمی برداشته نفری از آنها غم فرا گرفته بود. آن شب مسلمانان خواب کردند. مدینه را محافظان به شدت نگهبانی می‌کردند. شاید مشرکان حمله ناگهانی انجام دهند. از آنها در امان نبودند. آن شب چه خیل گذشت تنها خدا می‌داند. با غم و اندوه در فکر کشته شدگان و زخم برداشته شدگان. وقتا صبح شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را امر کرد تا دویم باره برآیند. آنها جراحت برداشته بودند، در غم و اندوه بودند. آنها را برای جنگ دیگر امر کرد. گفت: همراه من تنها کسانی برآیند که در احد اشتراک کردند. حتی که سردار منافقان آمد، پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را رد کرد. آره، این مردانگی است، این قهرمانی است. هر چیزی که در احد رخ داد آن را فراموش میکنیم، به یک جنگ دیگر آماده میشویم. در صبح روز دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم با لشکری که جراحت ها برداشته بودند به منطقه با نام حمراء الاسد رفت. میخواست تا مشرکان را دوم باره انتظار شود. مشرکان اگر بر میگشتند، مسلمانان را با یک قوه نو و تازه وامی خوردند. مشرکان نیز در منطقه توقف کردند. خواستند به مدینه هجوم کنند، لکن در شک بودند. مردی با نام معبد خزاعی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده اسلام را پذیرفت و برای آنچه به پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش رخ داد غمگین بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را امر کرد تا به نزد مشرکان برود و آنها را بترساند. وقتا به نزد مشرکان برگشت، آنها را در حال یافت که در شک بودند. بعضی آنها می گفتند که بر می گردیم و تمام مسلمانان را می کشیم، اما بعضی دیگرش در ترس بودند. معبد آنها را ناامید کرد. گفت: محمد بر ضد شما لشکری آماده کرده است. می خواهد بار دیگر به شما حمله کند و همراهش جنگاورانی تازه گرفته است. اینجا ترس در دل مشرکان خیمه زد. ابو سفیان یک قافله را دید که به سوی مدینه می رود. اینجا او خواست مسلمانان را فریب دهد. به محمد و اصحابش بگوید که می آییم و همه آنها را نابود می سازیم. آن قافله به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم به حمراء الاسد آمد و به آنها گفت: مشرکان جمع شدند تا همه شما را نابود سازند. عددشان زیاد است. گروهی کمکی به آنها ملحق شده است. صحابگان چیکار میکنند؟ جراحت برداشتند. چه خیل با آنها می جنگند. لیکن این ایمان بود، این عقیده مستحکم بود که آنها را استوار کرد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. آنها گفتند: خدا ما را بسنده و چی خوب وکیل است. فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. لیکن چیزی نآمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم چند روز در آنجا ماند. با وجود جراحت هایی که داشتند منتظر مشرکان بود، لیکن مشرکان جرأت نکردند تا به پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش هجوم کنند. اینجا خداوند ذوالجلال گفت: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هیچ بدی به آنها نرسید. رازگی خداوند نصیبشان شد. این جنگ را جنگ حمراء الاسد نام نهادند. در این جنگ پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش معناً به مشرکان غالب شدند. اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از جنگ احد سخت غمگین شده بودند.
بعضی از آنها یا شهیدی داشت یا اینکه جراحت برداشته بود. غمشان زیاد میشد. خداوند این آیه را برای آرام کردن آنها فرستاد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. مصیبت بالای هر دو گروه است. شما نیز مصیبت دیده اید، آنها نیز، لیکن اینجا فرقی وجود دارد. وترجون من الله ما لا يرجون. شما امید جنتی را دارید که پهنایش به اندازه آسمان و زمین است، اما آنها چی امید دارند؟ چی طور این به ما رخ داد؟ میان ما رسول خدا است و ما بهترین مردمانیم و این دین خدا است. چی طور این مصیبت بالای ما آمد؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. یعنی در بدر پیروز شدید، لیکن در احد این امر رخ داد. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم اگر شما میخواهید سبب آنچه به شما رخ داده را بدانید، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. غالبیت از شماست، لیکن ببینید که چی رخ داد در کوه تیراندازان. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. بعضی از مردم آنجا ماندند و بعضی دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم را اطاعت نکردند. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. آن تیراندازانی که کوه را ترک کردند ومنكم من يريد الآخرة. اما آنهایی که باقی ماندند همگی کشته شدند. این بود سبب. این گناه آنها بر همه تأثیر گذاشت، حتی که به پیامبر صلی الله علیه وسلم چی مصیبتی رسید به او. ای خدا، حکم آنها چیست؟ آنهایی که نافرمانی کردند و جراحت ها برای مسلمانان آوردند. خداوند گفت ولقد عفا عنكم. الله أكبر. بخشش و عفو نازل شد از جانب پروردگار رحیم، از جانب خدای بخشنده و کریم و رحمان. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بلکه خداوند پیامبرش را امر کرد فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. خداوند ذوالجلال پیامبرش را امر کرد تا بعد از آن چی که کردند آنها را ببخشد. گناهی سنگینی کردند که نتیجه اش قریب بود که پیامبر کشته شود و بهترین صحابگان کشته شدند، لیکن خداوند آنها را که عاصی شدند و خطا کردند بخشید، خواست تا این درسی برای مؤمنان باشد. در این وقتها سردار منافقان و همراهانش بدگویی را سر کردند. گفتند اگر آنها در ما می بودند، یعنی آنهایی که جنگیدند و کشته نشدند و کسی را هم نکشتند. خداوند به آنها جواب داده گفت فقال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. اگر راست میگویید مرگ را از خود دور کنید. خداوند ذوالجلال در جنگ احد خواست صفها را از هم جدا کند تا مؤمن صادق آشکار شود، تا پلیدی را از پاکی جدا کند. این حکمت خداوند ذوالجلال است، ولیکن این چیز برای مؤمنان تنها ایمان و یقینشان را زیاد کرد. يقينا. گروهی از قبیله های ازله و قاره آمدند و از پیامبر صلی الله علیه وسلم خواستند تا کسی را روان کند تا دین را به آنها تعلیم دهد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با آنها 6 نفر را روان کرد و گفتند که 10 نفر را، لیکن اینجا کار جز نیرنگ نبود. وقتا به نزد چاه با نام رجیع رسیدند، دشمن در کمین ایستاده بود. چند نفری آنها را کشتند و چند تای دیگر را اسیر گرفتند و از جمله اسیران زید ابن دفینه و خبیب ابن عدی بودند. آنها را به مکه فرستادند و فروختند. اهل مکه برای کشته شدگانشان در جنگ بدر خواستند قصاص بگیرند. خبیب و زید در آن جنگ نیز بودند.
این دو را اسیر گرفتند و آزار و شکنجه می‌دادند. حتی روایت می‌کنند که خبیب انگور می‌خورد در زمانی که در مکه میوگی نبود. خداوند او را داده بود. وقتا در صلیب بستند و خواستند او را بکشند، از آنها یک خواهش کرد پیش از این که کشته شود و او اولین کسی بود که چنین درخواست کرد. او خواست 2 رکعت نماز خواند تا برایش آسان شود. سپس ابو سفیان از او پرسید: ای خبیب، آیا دوست می‌داری که تو در نزد عائلت میان فرزندانت باشی و محمد جای تو باشد؟ گفت: به خدا سوگند که من دوست نمی‌دارم میان عائله و فرزندانم باشم و پیامبر خدا در خانه اش باشد و در پایش خاره بزند. شما چی ها میگویید؟ سپس دستش را بالا برداشته گفت: خداوندا، همه اینها را بشمار و همه اینها را بکش و هیچ کسی از آنها را نگذار. و گفت: وقتا که مسلمانم پروایی ندارم که کشته می شوم. سپس کشته شد و این چنین زید نیز در صلیب بسته و کشته شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم را مصیبتی تازه زم شد. 10 نفر از بهترین اصحابش با نیرنگ کشته شدند. و از این چند مدتی نگذشته بود که مردی از قبیله نجد آمد که نامش عامر ابن مالک بود. گفت: همراه من کسانی را بفرست که قوم مرا به اسلام دعوت کنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با آنها 70 نفر از بهترین اصحابش را فرستاد که همه اهل علم و حافظ قرآن بودند. وقتا که به نزد چاهی با نام چاه معونه رسیدند، مردی را با نام حرام ابن ملحان که یکی از بهترین اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، به سوی یکی از سرداران مشرک با نام عامر ابن طفیل روان کردند. او با نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنجا رفت. وقتا که آن نامه را در نزد او میخواند، این پلید دشمنی خدا عامر ابن طفیل از پشت او مردی را فرمان داد تا او را بکشد. آن مرد تیر را گرفت، سپس از پشت حرام ابن ملحان آمد و او داشت مکتوب پیامبر صلی الله علیه وسلم را میخواند و آنها را به اسلام دعوت میکرد. این خبیث تیر را در پشت او زد و آن تیر از سینه اش برآمد. حرام خون را به دستانش گرفته بر رویش مالیده گفت: الله اکبر، قسم به پروردگار کعبه من پیروز شدم. الله اکبر، قسم به پروردگار کعبه من پیروز شدم. آره، حرام کشته شد. سپس باقی مانده اصحاب را کشتند. 70 مرد را با نیرنگ کشتند. اسیه، رعل و زکوان این 3 قبیله این کار را کردند. عامر ابن طفیل از آنها خواسته بود تا چنین بکنند و آنها با نیرنگ اصحاب را کشتند. این خبر را پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید. 70 مرد از بهترین اصحابش با حیله و نیرنگ کشته شدند. این چی مصیبتی بود که به پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم با غضب گفت: قبیله اسیه خدا را نافرمانی کردند. 1 ماه پره در حق این 3 قبیله در نمازهای بامداد دعا میکرد. در هر نمازش در دعای قنوت در حق آنها دعا میکرد، زیرا آنها بهترین اصحاب پیامبر را فریب دادند صلی الله علیه و سلم. حتی خداوند این آیه را نازل کرد: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. 2 مصیبت پی هم به پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش آمد: مصیبت رجیع، سپس مصیبت جاه معونه. بنی نظیر، قومی از یهودیان، وقتا دیدند که در احد با پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش چی رخ داد، آنها مکر و حیله خود را شروع کردند تا پیامبر صلی الله علیه وسلم را بکشند. در اولهای سال 4 هجری پیامبر صلی الله علیه وسلم با گروهی از اصحابش به بنی نظیر رفت. میان آنها ابوبکر، عمر، علی و دیگر اصحابش بودند. وقتا به بنی نظیر رسید، خواست از آنها برای پرداخت دیه 2 مرد از بنی کلاب کمک بگیرند، چنانه که با هم عهد کرده بودند. در ظاهر با پیامبر خدا راضی شدند، اما از باطن بغض و عداوت در آنها جوش میزد و خواستند با پیامبر مکری کنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم را در نزد دیوار شیناندند. همراهش اصحاب بود. با هم گفتند: کی بالای این دیوار می براید و سنگ کلانی را بر سر پیامبر صلی الله علیه وسلم، بر سر ابوالقاسم می پرتاید؟ او را می کشیم و راحت می شویم.
عمرو ابن جهاش بدبخترین آن قوم خیست و سنگی بزرگی را گرفت و خواست آن را بر سر پیامبر صلی الله علیه وسلم پرتاید. میان آنها عهدی بود، لیکن میان مسلمان و کافر چی عهدی است؟ وقتا چنین خواستند، جبرائیل علیه السلام وحی آورد و از نقشه مکارانه آنها پیامبر صلی الله علیه وسلم را با خبر کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم خیست و شتابان به سوی خانه اش برگشت. اصحاب او را می جستند لیکن نمی یافتند. او را دانستند که با او چی حیله کرده اند. شتابان به نزدش آمدند و او آنها را از مکر یهودیان آگاه کرد. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار قبول کرد. بنی نظیر باید در مدینه نباشند، زیرا عهد خود را شکستند و به سوی آنها محمد ابن مسلمه را فرستاد تا به آنها بگوید که تنها 10 روز مهلت دارند تا خانه هایشان را ترک کنند. او نزد آنها آمد. آنها برای برآمدن از مدینه آماده شدند. آنها نمی توانستند در روبروی پیامبر صلی الله علیه وسلم بایستند. آنها برای رفتن آماده بودند که عبدالله ابن ابی ابن سلول به نزد آنها آمد. سردار منافقان به آنها گفت: نکنید این کار را، از اینجا نبرایید. من 1000 جنگجو دارم که همراه با شما می جنگند و من خودم نیز همراه با شما می جنگم. چگونه ای که خداوند درباره عبدالله ابن ابی و دیگر منافقان خبر داده است. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. و فعلا بنی نظیر نخواست مدینه را ترک کند و برای جنگ آماده شد، زیرا منافقان همراهش بودند. بنی غطفان نیز به آنها وعده داد. برای جنگ آماده شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم از این کار آگاه شد. به سوی آنها رفت و آنها را محاصره کرد. اما عبدالله ابن ابی ابن سلول وقتا که دید کار چنین شد، گریخت و آنها را ترک کرد. و این چنین غطفان و دیگر کسان نیز، چنان که خداوند درباره آنها میگوید: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. آنها را ترک کردند و بنی نظیر در این جنگ تنها ماند. حتی بنی قریظه آنها را ترک کرد. آنها در قلعه های خود پنهان شدند و گمان کردند که این قلعه آنها را محافظت میکند. درختان خرما زیاد داشتند. در پشت آن درختان ایستاده تیراندازی میکردند. اینجا خداوند به پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه داد تا آن درختان را آتش بزند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را امر کرد تا آن درختان خرما را آتش بزنند. ما قطعتم من لینه أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اینجا بنی نظیر بعد از سوزانیدن درختان چیزی نمیافتند تا پنهان شوند و آنها مغلوب شدند. وقتا مغلوب شدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها اجازه داد تا مدینه را ترک کنند و با خود هیچ اسلحه‌ای نگیرند، تنها اشترانشان را بگیرند. هر چیزی که میتوانند با خود میگرفتند. حتی در و تیریزه ها را کنده با خود بردند. کی آنها را بیرون کرد؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. اصحاب به آنها نگاه میکردند. خانه هایی که ساخته بودند میشکستند و با خود میبردند. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. و همین طور بنی نظیر پیش کرده شد و این سزای آنها بود برای شکستن عهدشان.
بعد از گذشت 1 سال از جنگ احد که هیچ کس در آن غالب دانسته نمیشد، نه مسلمانان و نه کافران، و از این سبب آنها عهد کردند تا سال آینده در منطقه با هم روبرو شوند و حساب را برابر کنند. وقتا سال 4 هجری در آمد، در ماه شعبان، پیامبر صلی الله علیه وسلم با 1500 جنگجو به راه برآمد. پرچم را علی ابن ابو طالب می برداشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم به مکان رفت که آنجا را بدر می گفتند و آنجا 8 شبانه روز اردو زده بود. قبیله ها و تمام جزیره عرب از این واقعه آگاه شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم منتظر لشکری مشرکان بود. ابو سفیان با 2000 جنگجو برآمد که از مسلمان 500 نفر زیاد بودند. مشرکان 50 اسب سوار داشتند و مسلمانان 10 تا. لیکن ابو سفیان که این لشکر را سرداری میکرد و میخواست لشکری مسلمانان را نابود سازد، در راه به شک افتاد. در دلش ترس جا شد و ناامیدی او را فرا گرفت. جویای عذر شد تا به سبب آن برگردد و از جنگ روی گرداند. میدانست که لشکر اسلام چی است. به لشکریانش گفت: شما میدانید که این سال سال خشکی است. این سالی نیست که ما در آن بجنگیم، و اگر سال خرمی می بود و درختان می بودند ما در سایه آنها استراحت می کردیم و شیر فراوان می شد. این برای ما بهتر بود. و من بر می گردم، شما نیز برگردید. و همه آن لشکر برگشتند و هیچ کسی هم مخالف نبرآمد. همگی را ترس فرا گرفته بود. در دلهایشان ترس جا شده بود. اگر این سال سال خشکی برای شما باشد، برای مسلمانان نیز سال خشکی است. لیکن این یک پستی و خاری است. پیامبر صلی الله علیه وسلم 8 روز منتظر بود تا شاید کفار می آیند و با آنها می جنگند. لیکن آنها ترسیدند و خوار و ذلیلانه برگشتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروز شد. معناً پیروز شد و عرب دانست که لشکر اسلام شکست ناپذیر است. پیامبر صلی الله علیه وسلم با نصر و پیروزی به مدینه برگشت. در مدینه 6 ماه ایستاد. بعد از 6 ماه سال 5 هجری درآمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید که قشلاقی در دمشق در شام که دمت الجندل نام داشت، بین آن قشلاق و شام چند شبه راه بود. عربها در آنجا جمع شدند و خواستند با پیامبر صلی الله علیه وسلم بجنگند. در آن مکان جمع شدند و راه را بستند و خواستند به اهل مدینه بجنگند. پیامبر صلی الله علیه وسلم این را شنید، با 1000 جنگجو به سوی آن منطقه رفت تا آنها را در جایشان بنشیнаند. با 1000 جنگجو برآمد. شبها راه می رفت و روز باشد پنهان می شد تا آنها را غافلگیر کند. وقتا که به آنجا رسید و در جای اردو زد، همه قبیله ها فرار کردند. مردم ترسیدند و به کوه و پشت پنهان شدند و هیچ کسی از آنها با پیامبر صلی الله علیه وسلم روبرو نشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با یک غلبه و پیروزی با لشکری توانا و شکست ناپذیرش برگشت. با پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش مشکلی تازه پیدا شد. عرب‌هایی که در صحرا بودند، آنهایی که مکانی معینی نداشتند و قلعه هم نداشتند، آنها هجوم میکردند و فرار میکردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار گذاشت تا آنها را سزا دهد. شنید که 3 قبیله از غطفان در جای جمع شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی آنها برآمد. گفتند با 400 نفر و بعضی گفتند با 700 نفر. این جنگ را ذات عریق نامیدند. گفتند سبب این نامگذاری آن بود که پایهای اصحاب کفیده بودند و گفتند آنجا کوهی بود که با رنگهای گوناگون بود. مهم آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم شتابان به سوی آنها رفت و خواست آنها را به پا شیناند، لیکن آنها با سرعت از هیبت و شکوه مسلمانان فرار کردند. و اینجا همه از این جنگی که ذات الرقاع نام گرفت شنیدند و از پیامبر صلی الله علیه وسلم و دولت اسلام ترسیدند. در راه بازگشت پیامبر صلی الله علیه وسلم با اصحابش برمیگشت. وقتا اصحاب درخت سایه‌داری را می‌دیدند، آن را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌گذاشتند و در کوه و پشتها می‌رفتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در زیر سایه آن خواب کرد و شمشیرش را در درخت آویزان کرد.
مردی از مشرکان آمد. در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی از نگهبانان نبود. نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. پیامبر خواب بود. شمشیر پیامبر را گرفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدار شده نشست. آن مرد خواست پیامبر صلی الله علیه وسلم را بکشد. کسی نبود که از پیامبر صلی الله علیه وسلم دفاع کند. پیامبر سلاح نداشت. آن مرد شمشیر را برداشته بود. گفت ای محمد، کی اکنون تو را از من نجات می دهد؟ تمام، همه چیز تمام شد. یک ضربه می زنم همه چیز تمام می شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم با تمامی باوری گفت الله، یعنی الله مرا نجات می دهد از تو. شمشیر در دستی آن مرد به لرزش افتاد و از دستش به زمین افتاد. پیامبر صلی الله علیه وسلم شمشیر را گرفت و به سر آن مرد برداشته گفت اکنون تو را کی از من نجات می دهد؟ گفت نرمدلی و بخشش تو ای محمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به اسلام دعوت کرد، اما او قبول نکرد. گفت لیکن تا زنده ام با تو نمی جنگم. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را رها کرد. آن مرد مشرک به سوی قومش رفته گفت من از نزد بهترین مردمان آمدم و ما تو را جز رحمتی برای عالمیان نفرستادیم. در این جنگ در یکی از شبها پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحاب را برای پاسبانی نوبت گذاشته بود. عمار ابن یاسیر و عباد ابن بیشر آن شب به نوبت مسلمانان را پاسبانی می‌کردند. یکی از اولی شب خواب می‌کرد، دیگر باشد آخری شب را با نوبت پاسبانی می‌کردند. عباد این فرصت را غنیمت دانسته به خواندن نماز مشغول شد که مشرکی به سوی او تیر زد، لیکن نمازش را دوام می‌داد. سپس تیری دومی به او زده شد، سپس تیری سومی زده شد. ناگه عمار از خواب بیدار شد. این حالت را دید، از او پرسید چرا مرا بیدار نکردی؟ گفت من سوره ای را می‌خواندم و دوست نداشتم که آن را قطع کنم. این چی تدبر کردن است در کتاب خدا؟ این پیامبر صلی الله علیه وسلم و آنها اصحابش رضی الله عنهم است. و الصلاة و السلام علی آله و اصحابه اجمعین. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء